هیچ پرنده‌ای بدون منقارش نمیتونه زنده بمونه. به جز عقاب. شایعه‌ای که خیلی زود توی فضای مجازی پخش شد که میگه یه عقاب تو سن 40 سالگیش بالاش سنگین شده و با چسبیدن پراش به سینه قدرت پروازش هم از دست میده. همچنین منقار و پنجه‌هاش هم نازک و ضعیف شده که دیگه نمیتونه شکار کنه. برای همین بعد از کندن چند تا از شهپراش شروع به شکستن منقارش میکنه و پس از تحمل 150 روز زندگی وحشتناک دوباره پرواز کرده و 30 سال دیگه هم تو آسمونا حکومت میکنه. یعنی رو هم 70 سال. حالا شما این پایین بگید این شایعه راسته یا نه؟ Go away, wasp.